حکایات سعدی شیرین‌تر از قند. این داستان تاجر خسیس. سلام ابراهیم. سلام. خسته نباشی ابراهیم. اسبت کجاست؟ این نوکرتونه؟ چرا بخچه رو به اون نمیدی بیاره؟ اسب من ایشون پدرم هستن. ببینم تو پسر ما اینو تجار نیستی؟ بله پدر، من پسر بزرگشون منصورم و تو مکتب خونه با پسرتون ابراهیم همدرس هستم. حیف نیست اموال پدرتو خرج این غلامان و کجاوه کردی؟ من که نخریدم، پدرم خودش اینا رو به من هدیه کرده. جوان باید راه بره تا قوی بشه. ولی ابراهیم به ما گفته اسب داره، ما که اسبشو ندیدیم. غلط کرده. ما که نه پول این تجملات رو داریم و نه اهل خودنمایی هستیم. اما پدر مکتب خونه خیلی دوره، لاغر استری اولاقی. از خدا این پاها رو برای چی به تو داده؟ نتیجه دوستی با نااهلان با اسرافکاران بهتر از این نمیشه؟ مگه چشمت کوره؟ نمیبینی پدرت با این سن و سال هنوز رو پاهای خودش راه میره؟ پدر جان لااقل یه جفت گیوه سالم براش بخرید. تو هم دست از وسوسه پسر من بردار. اگه پدرت برای پول در آوردن عرق میریخت اینقدر دلخرجی نمیکرد. ببه شما آبروی منو جلوی دوستم بردید. از مردا تو مکتب خونه برام دست میگیرن و مسخرم میکنن. عاقبت دروغگویی همینه. چرا گفتی اسب داری؟ آخه تو این مکتب خونه همه بزرگزادن، کجاوه دارن، نوکر و ندیم و اسب دارن، برای استاد هدیه میارن. من همیشه خجالت زدم پدر. شما حتی شهریه منم به موقع نمیدید. فکر کنم برای همینه که با کوچکترین اشتباهی منو به فلک میبندن. تو بهتره به جای این بدآموزی ها قدر پول رو بدونی. بعد از 120 سال زبونم لال، وقتی من از دنیا برم همه ثروتم به تو میرسه. را بیفت بری. اگه بلد نباشی چطور ازش نگهداری کنی یک شب برباد میره. من به خاطر خودت میگم. مگه قرار نبود هفته یک بار پنیر بخوریم؟ همین دیروز صبح پنیر خوردیم. کلید گنجه رو بده. دیگه نون خالی از گلوم پایین نمیره پدر. من جوونم، از بس که نون خوش خوردم ضبط کردم. ببین بلخرجی، همش بلخرجی. فکر میکنی هرچی گرونتره خاصیتش هم بیشتره؟ اما امروز همون یه دونه نونم نداری، همش خورده نونه. اگه حواستو جمع میکردی اون نون تو تنور نمیسوخت. در ضمن نون خوراک کاملیه. یه عام نون خالی میخورم و از همه همسن سالام هم سالمترم. اما تا ظهر گرسنه میشم. بچه ها همه جور خوراکی میارن مکتب خونه و به من تعارف میکنن، ولی من هیچ وقت چیزی برای تعارف کردن ندارم. گدایی میکنی؟ پس مناعت تبت چی شده؟ باید یاد بگیری اگه یه وقت بی پول شدی بتونی نون خالی بخوری و سرتو بالا بگیری. من برای خودت میگم، من خیرخواه تو هم، نه اون بچه های شکم پرست. کیه این وقت صبح؟ در راه خدا یه چیزی بدین. گرسنم، خدا عوضتون بده.
نونی که تو تنور سوخت و چیکار کردی؟ ولی پدر اون سوختارم مورچه ها با خودشون نبردن. نکنه میخوای سهم نون تو رو بهش بدم؟ سوختار رو بیار. اول منو دعا کن. شما گداها همین که سیر شدید یادتون میره تشکر کنید. خدا به شما سلامتی بده. طول عمر و ثروت یادت رفت. خدایا به این مرد بخشنده عمر با عزت و ثروت بده. الهی دستت پیش نامت دراز نشه. این شد یه چیزی. بیا بگیر و بعدش هم بازم منو دعا کن. ارزونی خودت. لعنت بر مردم آزاد. بخشش منو رد میکنی؟ ای گدای بی چشم رو، معلوم گرسنه نیستی. حتما اومده بودی دزدی. حالا نشونت میدم دزد بی طرفا، حیله‌گر بی همه. خدا ازت نگذره که بنده هاشو مسخره میکنی. الهی ثروتت به دست ناحق بیفته و خودت هم به درک واصل بشی. فردا من عازم سفر با کشتیم. دلتنگتون میشم، زود برگردیم. میدونم که تو هم مثل بقیه مرگ من آرزو میکنی. این چه حرفیه پدر؟ خدا اون روزو نیاره. بقیه به من حسادت میکنن. اون وقت تو فکر گذراندن یه زندگی مفت و مجانی هستی. به هر حال امشب کار مهمی باهات دارم. بفرمایید، سراپا گوشم. خرج تو با منه و این هزینه سنگین که کمر منو شکسته از تجارت به دست میاد. پس باید قسم بخوری هر چی میگم انجام بدی. به جون خودت قسم بخور. به جون خودم قسم میخورم هر چی شما بگین انجام میدم. این کلید حجره و صندوقچه حجره است. این کلید رو تا وقتی که برمیگردم از خودت جدا نمی کنی. حتی اگه جونت هم در خطر بیفته حق باز کردن صندوقچه را هم نداری. هر روز حجره رو باز میکنی اما چیزی نمیخری. فقط طبق این سیاهه جنسا رو میفروشی و یادداشت میکنی. یادت باشه نسیه نمیدی، تخفیف هم ابدا. به روی چشمم. اینم کلید گنجه ارزاق خونه است. همش اندازه زدم. کشیدنی ها رو کشیدم و شمردنی ها رو هم شمردم. طبق این سیاهه میخوری و میآشامی. سهم خودم هم ازش کم کردم. به گدا چیزی نمیدی. مهمونی هم نمیری که مهمون نیاد خونه. لاغر چند سکه برای روز مبادا بهم بدید پدر. سکه برای چی؟ ماشاءالله که سالم و سرهای. خوردنی داری، پوشیدنی هم داری، بدهی هم که نداری. دیگه چه میخواد؟ پس مکتب خونه چی میشه پدر؟ به اندازه کافی خوندن و نوشتن برای حساب کتاب بلد شدی. بقیهش زیادیه. تو از امروز دیگه باید به فکر حجره داری باشی. انشالله سفر بزرگی در پیش دارم که اگه معامله جور بشه خودمون یه پا شاه و ملک میشه. خداوند باد موافق بر کشتی شما بفرسته. قربان باید همه بارا رو به دریا بریزیم. چی میگی عبدم؟ اینا به اندازه نصف شهر ارزش داره. جون آدما بیشتر میارزه. برید کنار باشن. اینجا جایی بی نصف رو بریز تو دریا. پس چطور برگردیم؟ نکنه شما میخواین کشتی رو هدایت کنید. لطفاً برید کنار. اجازه نمیدم به انبارم دست بزنی. جاشوا همه کانه ها رو بریزید به دریا. اگه این کس روی دستان من رسید منم کنید. مواظب کن بارا رو بلکن. اونا رو بلکن. خودتو نگه دار. نمی‌کنی. متاسفم پسرم، ولی پدر دیگه به خونه بر نمیگرده. خوش اومدین ناخدا. مدتیه که احساس تنهایی میکنم.
خدا رحمت کنه پدرتو. از طرف استاد پیغامی برات دارم. استاد خواسته به تو بگم به مکتب خونه برگردی. شنیدم بعد از مرگ پدرت دیگه به مکتب خونه نرفتی. به نظر پدرم به اندازه کافی خوندن و نوشتن یاد گرفتم، اما مدتی خودمم به این موضوع فکر میکنم. ناخدا دلم برای درس و مشق خیلی تنگ شده. پسرم، دانش و آگاهی هیچ وقت تمامی نداره. اگه به تحصیل علم علاقمندی به مکتب خونه برگرد. راستی ناخدا شما یک کجاوه با 4 غلام تنومند و قوی هیکل سراغ نداری؟ کجاوه و 4 غلام؟ چرا؟ اما برای چی میخوای؟ خیلی گرون قیمته. برای خودم میخوام. راه مکتب خونه دوره و با پای پیاده رفتن خیلی سخته. مظفر پسر معین التجارم با کجاوه و غلامان میاد به مکتب خونه. معین التجار میشناسمش. اونم تو همون کشتی بود. بیچاره همه اموالش تو دریا دفن شد. گمان نمیکنم دیگه بتونه از کجاوه و غلام نگهداری کنه. قصه منو نخورین. اگه بدونین که ارث هنگفتی از پدرم برام باقی مونده، با اون نه یک کجاوه بلکه 10 کجاوه زرین میتونم بخرم ناخدا. مظفرم تا قبل از اون اتفاق پسر ثروتمندترین تاجر این شهر بود. اما امروز چی؟ اگه بدونین که ثروت هنگفتی از پدرم برام باقی مونده. ولخرجی، همش ولخرجی. فکر میکنی هرچی گرونتره خاصیتش هم بیشتره؟ لااقل یه جفت پیوه سالم براش بخرید. اگه بلد نباشی چطور ازش نگهداری کنی یک شبه برباد میره. مظفرم پسر ثروتمندترین تاجر این شهر بود. اما امروز چی؟ چه خوب کردی به مکتب خونه برگشتی. آخه تو شاگرد زرنگی بودی. استاد به تو خیلی علاقه‌منده. دلم برای استاد خیلی تنگ شده بود. منم بعد از ورشکست شدن پدرم فکر کردم دیگه نمیتونم بیام مکتب خونه. راستی ابراهیم، با این همه ثروت که از پدرت برات مونده، چرا یک کجاوه بزرگ با 7-8 غلام گردن کلوف برای خودت نخریدی ها؟ نه افراط خوبه نه تفرید. بهترین راه میانه رویه. با همین اسب چابکم میتونم این راهو راحت برم و راحت. از زر و سیم راحتی برسم، خیشتن هم تمتعی برگیر. وانگه این خانه که از تو خواهد ماند، خشتی از سیم و خشتی از زر.